میدونی راز تکنیک هوآپونوپونو چیه؟ این یه روش جادویی و باستانی از بومیای هاواییه که میگه همه چیز یکیه، هیچ کس از تو جدا نیست، نه آدم ها، نه اتفاقات، نه حتی درد و رنج ها. هر چیزی توی جهان بیرون داری تجربه میکنی باستا به چیزی که در درون تو وجود داره. تکنیک هوآپونوپونو یعنی مسئولیت کامل هر چیزی رو که تجربه میکنی و شاهدش هستی رو بپذیری، نه با احساس گناه بلکه با آگاهی. رازش هم در گفتن یه مانترای قدرتمنده: متاسفم، منو ببخش، متشکرم، عاشقتم. وقتی میگی متاسفم داری به روح برترت میگی متاسفم که تا حالا ناآگاه بودم، نه از سر گناه بلکه از سر آگاهی و پذیرش. وقتی میگی منو ببخش نه از سر شرم بلکه با آگاهی و پذیرش. به روح والا میگی به خاطر خلق ناخودآگاه این وضعیت که بازتاب انرژی ناهماهنگ در درون من بوده من رو ببخش. متشکرم برای این حضور و آگاهی که حالا دارم. عاشقتم یعنی عشق رو به خودت، روح والا و تمام جهان هستی و تمام اون بخش هایی که نیاز به نور دارن میفرستی. هوآپونوپونو یعنی بازگشت به خود با عشق.